با عرض سلام و احترام خدمت دوستان و همراهان کلینیک آنلاین. توی قسمت‌های قبلی مدیکال وایس در رابطه با سایکوتیک دیزوردرهایی مثل اسکیزوفرنی، مثل بریف سایکوتیک دیزوردر و اسکیزوفرنیفورم صحبت کردیم و توی این قسمت میریم سراغ بررسی دو مورد دیگه از سایکوتیک دیزوردرها و پرونده سایکوتیک دیزوردرها رو میبندیم. این دو مورد اسکیزو افکتیو دیزوردر و دلوژنال دیزوردر هستن. خب از اسکیزو افکتیو دیزوردر اگه بخوایم شروع کنیم، تعریف خیلی ساده‌ای داره. بیمار هم علائم سایکوز رو داره و هم علامت‌هایی از مود دیزوردر رو داره که اگه بیمار این علامت‌ها رو داشته باشه برای بیمار تشخیص اسکیزو افکتیو گذاشته میشه. و همونجوری که گفتیم چون بیمار علائم مود دیزوردر رو داره به همین خاطر به دو تا تایپ تقسیم میشه اسکیزو افکتیو دیزوردرمون. تایپ MDD یا ماژور دپرسیو دیزوردر و تایپ بایپولار که برای بیمار زمانی که تشخیص اسکیزو افکتیو رو میذاریم بهتره که تایپش رو هم مشخص کنیم. سیمپتوم هاش همونجوری که گفتیم بیمار هم سیمپتوم های سایکوز رو داره مثل هالوسینیشن، مثل دلوژن، مثل دیسورگانایزد اسپیچ یا دیسورگانایزد بیهیویر و هم علامت ها و سیمپتوم های مود دیزوردر رو داره که حالا به عنوان مثال توی MDD زمانی که توی مدیکال وایس در رابطه باهاش صحبت کردیم سیمپتوم هاش رو به صورت کامل گفتیم، میتونید اون مدیکال وایس رو هم گوش بدید. اینجا یه نکته‌ای وجود داره که نکته مهمی هست. نکته رو به صورت سوال مطرح میکنم، جوابش رو توی مدیکال وایس بعدی خدمتتون عرض میکنم. سوال به این صورته که اگه خاطرتون باشه توی مثلا مدیکال وایسی که در رابطه با MDD صحبت کردیم گفتیم یکی از مواردی که پروگنوز MDD رو بد میکنه این هستش که بیمار سایکوتیک فیچر رو هم داشته باشه، یعنی بیمار علائم MDD رو داره به همراه علامت‌هایی از سایکوتیک فیچر رو، یعنی علامت‌های سایکوز رو هم داره که این اتفاق برای بایپولار هم هست. یعنی اگه بیمار بایپولارمون علامت‌های سایکوز رو داشته باشه برای بیمار تشخیص بایپولار وید سایکوتیک فیچر گذاشته میشه. چه اتفاقی میفته که ما برای یک بیمار تشخیص مود دیزوردر وید سایکوتیک فیچر میذاریم یا برای یک بیمار دیگه تشخیص اسکیزو افکتیو تایپ یکی از مود دیزوردر هامون، حالا یا MDD یا بایپولار میذاریم که جوابش رو توی مدیکال وایس بعدی خدمتتون عرض میکنم. اگه جوابش رو میدونید میتونید توی کامنت ها جواب رو بذارید، میتونیم توی کامنت ها با هم بحث کنیم راجع به جواب. خب بریم سراغ درمان اسکیزو افکتیو دیزوردر. درمان این بیماران اکثرا نیاز به هاسپیتالیزیشن پیدا خواهند کرد و فارماکوتراپی که برای بیماران انجام میشه اکثرا بر اساس مود دیزوردرشون هست. یعنی اگه بیمار MDD هست از آنتی دپرسنت ها استفاده میکنیم، اگه بیمار بایپولار هست از تثبیت کننده های خلق برای بیمار استفاده میکنیم که اگه بیمار به اینها جواب نداد میتونیم آنتی سایکوتیک ها رو هم برای بیمار اضافه کنیم که پاسخ به درمان بیمار بهتر بشه. خب اختلال آخری که داریم برای سایکوتیک دیزوردر هامون دلوژنال دیزوردر هستش که در قدیم با نام پارانوید دیزوردر هم شناخته می شده. پرزنتینگ سیمپتوم هایی که برای این بیماران داریم همونجوری که از اسمش مشخص هست دلوژنال هست که این دلوژنی که بیمار داره 3 تا ویژگی باید داشته باشه. ویژگی اول که یکی از مهمترین ویژگی ها هم هست اینه که بیمار دلوژنی که داره نان بیزار هست، برخلاف بقیه سایکوتیک دیزوردر هامون که گفتیم یکی از مشخصه های دلوژنشون این هستش که دلوژن بیزار دارن، یعنی دلوژنی که به عقل جور در نمیاد. همونجوری که مثالی که زدیم توی وایس اسکیزوفرنی گفتیم مثلا بیمار میگه که من حس میکنم باور دارم که افکارم از طریق تلویزیون برای بقیه پخش میشه، ولی توی دلوژنال دیزوردر بیمار نان بیزار دلوژن داره، یعنی دلوژن های مثل جلس، مثل گراندیوز، مثل سوماتیک یا میکس یا اریترومانیا، دلوژن های عادی رو داره. نکته دوم در رابطه با دلوژن این بیماران اینه که دلوژنشون باعث نشده که لول آف فانکشن بیمار کاهش پیدا کنه. بیمار همچنان شغل خودش رو داره، به راحتی میتونه زندگی عادی خودش رو داشته باشه. افت توی لول آف فانکشن بیمار ایجاد نمیکنه. و مورد سوم، بیمار قابل اعتمادی هست در تمام نقاط زندگیش بجز در موردی که بیمار دلوژن داره. مثلا بیمار حس میکنه که همسرش داره بهش خیانت میکنه. البته درست اگه بخوایم بگیم بیمار باور داره که همسرش داره بهش خیانت میکنه. در بقیه موارد بیمار کاملا قابل اعتماد هست بجز در رابطه با همسر خودش، چون باور داره که بهش خیانت میکنه. این میشه پرزنتینگ سیمپتوم هایی که برای دلوژنال دیزوردر داریم. نکته به شدت مهمی که توی این دیزوردر داریم این هستش که حتما باید مدیکال کازها برای بیمار رول اوت بشه و نمیتونیم تو همون تشخیص اول برای بیمار دلوژنال دیزوردر رو
بذاریم. باید بیمار کاملا بررسی بشه. اگه به نتیجه نرسیدیم میتونیم تشخیص دلوژنال دیزوردر رو برای بیمار بذاریم. در رابطه با ایج آف آنستی که داریم، میانگین سنی 40 سال معمولا ایج آف آنست دلوژنال دیزوردرمون هست. اکثرا توی خانم ها هست، شایع‌تر هستش و بیشتر با لو سوشیو اکونومیک استاتوس در ارتباط هستش و بیشتر هم توی افرادی هستش که حالا علاوه بر لو سوشیو اکونومیک استاتوسی که دارن یک مهاجرت اخیر رو هم داشتن. توی این بیماران ریسک به وجود اومدن دلوژنال دیزوردر بیشتر میشه. درمان این بیماران اکثرا بر مبنای اوت پیشنت هست، نیاز به هاسپیتالیزیشن پیدا نمی‌کنن و اگه بخوایم از دارو درمانی برای این بیماران استفاده کنیم، نکته‌ای که دارن و نکته مهمی هست این هستش که اکثر این بیمارانی که دلوژنال دیزوردر دارن به آنتی سایکوتیک ها پاسخ خوبی نمیدن و میتونیم از روش‌های روان درمانی برای این بیماران استفاده کنیم. خب مبحث سایکوتیک دیزوردرها به پایان رسید. بررسی کردیم در قالب 3 تا وایس سایکوتیک دیزوردرها رو. امیدوارم از این موضوع خوشتون اومده باشه و استفاده کرده باشین و اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید و توی کامنت ها علاوه بر جواب سوال میتونید نظر، انتقاد یا پیشنهادی که داشتید رو برای ما کامنت کنید و اگر چنل ما راضی هستید حتما چنل رو سابسکرایب کنید، نوتیفیکیشنش رو هم فعال کنید و مثل همیشه ما رو خوشحال میکنید اگه ما رو به دوستانتون معرفی کنید. بازم ممنون که با همراه بودید. خدا نگهدار.